الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. امروز میزبان خیلی عظیمی از انسان‌های فرهیخته هستیم که با بودن بر موضع علم و دانش و عالم بودن در تلاشند که چراغ پرنور پیامبر رحمت را که تابشش چون آفتاب به وسعت جهان است پرنور صیانت کنند و راه را بر هر گونه ظلمت در طریق بشریت مسدود و روشنی بخش دلها با غواصی در قرآنش باشند و آنی را که بر قرآن نشسته است و بر کلام او جاری گشت و در دلهای ما نوری شکل داد با این نور نورافشانی کنند. جا دارد بر همه خیر مقدم عرض کنم و گرامی بدارم این اشتیاق را، این حضور را، این اقبال را از دین، از کرامت، از شرافت، از اخلاق، از عزت، از صلح، از دوستی، از انسانیت، از عشق به همه و خیر مقدم عرض می کنم خدمت حضرت آیت الله عراقی که در مسیری قرار گرفتند که تقریب را، بودن با هم را، بذری را بیفشانند به نمایندگی از همه شماها در اقصا نقاط جهان، آنگونه که پیامبر مکرم می اندیشید که با بعثتش خلق امت سازد، با بعثتش خلق امت سازد و راه را بر هر گونه تشتت، تفرق، گسست، سستی در مواضع ببندد. پیامبر محصولش امت سازی است با رویکرد اخلاق، با احترام به مخلوق خدا. اگر امروز جمعاً همه بزرگان، اگر امروز همه با افتخار در جمع شما حضور دارند، این احترام است به این منش، به این میراث، به این راه، به این منتخب و برگزیده خداوند که وحدت را سرلوحه کردار خویش قرار داد، آتش را خاموش کرد، حقارت را زدود، نگاه ها را وسعت بخشید تا آنی که خدا از بنده خویش، از مخلوق خود انتظار دارد که با واقع شدن در راه ترسیم شده او که آورندش نبی رحمت بود، سعادت را، عزت را برای همگان ضامن باشد و آخرت نیک و برخورداری از نعمت جاوید دنیای دیگر را برای همه ما تضمین کند. بعثت عزت ساز است، بعثت اخلاق را، شرافت انسانی را ضامن است. امروز بر همه شما عزیزانی که بر این مسیر قدم نهاده اید کار بسیار دشوار گشته است. تلاش برای ایجاد فتنه در حوزه دین، در حوزه اسلام، در حوزه پیامبر کثیر است. همونطوری که در عصر
طلوع پیامبر نیز بسیاری از انکار کنندگان در مقابلش ایستادند، اما با اندک همراهان توانست راهی را بگشاید بر روی همه. کتاب امروز این راه با برکت دوام دارد و نقطه تهدید است برای هر قدرتی که در طریق استثمار است، ایجاد اختلاف است. امروز با ایجاد صف واحد می توانیم قدرتی را تولید کنیم که هیچ صاحب قدرت غرب و شرقی به خود اجازه ندهد در مقابل مسلم یا مسلمین صف‌آرایی کند و خودنمایی نشان دهد. این قدرت از پیامبر بر ما به ارث رسیده است. همه نگهبان اون هستید. صدای بلند از اسلام، از پیامبر باید باشیم. سکوت امروز جایز نیست. امروز تلاش هر آن کس که در مسیر راه رسالت و قرآن بر قواسی و کشف و زلال نمودن راه و شفاف سازی از پیامبر و راهش می اندیشد، باید تریبونش قرا با صلابت باشد و راه را دشوار و پرهزینه بکند بر آنانی که به خصوص در حوزه اسلام و مسلمین در تلاشند که ایجاد فتنه و اختلاف و چند دستگی نمایند. باید بپذیریم کثرت از خداست، تنوع از خداست. این احترام است به خلقت و با این معرفت هست که می توانیم در مسیر راه رسالت به زیبایی نقش ایفا کنیم. به عرض شما گرامیان می رسانم حضرت آیت الله عراقی، مهمانان گرانقدر. استان نماد وحدت است. اگر امروز اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، اگر امروز تمام منطقه را آتش گرفته است، اگر در تلاش ایجاد فتنه و اختلاف کنند، ولی با اطمینان عرض می کنم در اوج آتش افروزی به بهترین نحو به امنیت رسیده ایم. امروز سخن از تعادل است، از آرامش است، از تلاش برای ساختن است، برای توسعه همه جانبه است. کس نمیتواند از امنیت امروز سخن نگوید. اگر در سالهای گذشته در تلاش بودند که بین مسلمانان اختلاف افکنی کنند، صفوف را درش خلل ایجاد کنند، امروز با تکیه بر سرمایه انسانی، شعور مردمان، آگاهی به زمان، رفتار مسئولانه همه، میگویم که در کنار نیروهای امنیت ساز بر پایه مردم محوری که نقشی است به نمایندگی از سوی همه آحاد جامعه، نیروهای نظامی و انتظامی و مرزبانی و امنیتی ایفا می کنند، دل اونها استوار و محکم است به این پشتوانه، به این شعور، به این حضور. امروز استان به برکت همین حضور در طریق درستش واقع شده است. امروز با اطمینان عرض می کنم فصلی نو را درش قرار گرفته ایم و به برکت همین ایام بهار در بهار است و میگویم سیستان و بلوچستان هم فصل بهار خود را داره پشت سر میگذارد. نگاه بلند مقام معظم رهبری، نگاه دولت تدبیر و امید به گونه‌ای بوده است که همونطوری که جناب آقای یار محمدی نماینده محترم زاهدان اشاره داشتند، این استان حضور حد اکثری را در انتخابات همیشه داشته است.
بالای 70% مشارکت خود نشانی از بودن در دایره جمهوریت، اسلامیت و ایرانی بودن است و به ایرانی بودن همه آحاد افتخار می کنند و همین بزرگترین مانع بر سر راه دشمنان بوده و خواهد بود و مجدد در انتخاباتی که در پیش رو داریم همه یک صدا هماهنگ قطعاً 29 اردیبهشت ما را هدف گذاری کردند. دو انتخابات مهم زمین ساز خرد جمعی است، اعمال اراده ملت، بودن بر موضع تعیین سرنوشت حکم خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این اختیار خدایی است و این اختیار را باید تکریم نمود. به هیچ وجه جایز نیست هیچ کس در روز انتخابات بر خانه بنشیند. راهی را آغاز کرده ایم با تکیه بر اراده شما، مشارکت شما، نقش شما، رأی شما خواهیم ساخت استان را. و من عرض می کنم بر همه مهمانان گرانقدر، نگاه به استان تغییر یافته است. نگاه در درون نسبت به هم تغییر یافته است. این نمایش تقریب است که جناب عالی تولیت این مهم را در عرصه نه تنها ملی، جهانی به نمایندگی از سوی مقام معظم رهبری عهدهدار هستید. این نوع صحنه‌ها را ملی، منطقه‌ای، جهانی خواهیم کرد. ما اخیراً مقدمات حضور مولانا عبدالحمید را در عربستان فراهم کردیم تا صدایی باشد از صدای ملت به گوش آنانی که گوش را وامدار بیگانه ساختند. اما هیئتی که اعزام شد که در اون هیئت مفتی اعظم مولوی قاسم هم حضور داشتند ولی عربستان راه نداد، راه را هموار نکرد و فقط تنها مدعو خب جناب آقای مولوی عبدالحمید را اجازه داد. بقیه در دبی به انتظار نشستن تا ایشان بیاید. این چه نوع نگاهی است از مسلم به مسلم؟ این غبار از ذهن هر مسلم باید زدوده شود و دشمنان بدانند اگر چند صباحی قادر به ایجاد اختلاف باشند ولی پایدار نخواهد بود، چون درخشش نور است، اون نور که حلقه وصل است نبی رحمت است. ما نگاهمان از جهان به استانم تغییر پیدا کرده است. امروز عرض می کنم سومین استان کشور هستیم از لحاظ جذب سرمایه خارجی. جناب آقای متکی وزیر محترم خارجه وقت بودند، در گذشته در جریانند. به همه سفرای کشورهای خارجی توصیه شده بود که استان سیستان و بلوچستان استان پرخطری است. هیچ سفارتخانه‌ای به هیئت خود توصیه سفر به این استان را نمیداد. ولی امروز اعلام می کنم به برکت نوع نگرش، نوع رویکرد در این استان، هیئت‌های خارجی سرازیر این استان گشتند، از شمال سیستان تا جنوب و سرحد این نشان حضور دارد و سومین رتبه کشوری را از نظر جذب سرمایه به دست آورده ایم. حضور حداکثری مردم در پای شعب اکسری، حضور حداکثری نگاه دولت مردان را رقم زد. هر هفته هر ماه میزبان یک وزیر بوده ایم. برای این استان 3 بار رئیس جمهور محترم سفر کردند. شاید تنها این رکورد را در مشهد زده باشد. این نشان از اون وسعت دیدی است به این استان در مسیر عدالت ورزی، توازن منطقی و احیای حق. این که بگوییم به ما هم چون ایرانی بیاندیشید شاید نپسندم، چون خود مردم ایرانی بودن خود را به اثبات رساندند.
نکته مهم همین است که اونها با اراده و اختیار و اشتیاق همیشه مشارکت داشتند. یادمان نرود روزهای 22 بهمن، ایامی که حاصل خلق هم است، همه درش نقش داشتند. ما با این روی کرد میاندیشیم که 8 سال جنگ بود، بعد از اون بازسازی نقاط آسیب دیده بود، بعد گرفتار تحریم بودیم، انسداد بودیم، ولی در عصر تحریم و نداری اوج وسعت برای دارا شدن به این استان شکل یافت. این استان نقش منطقه‌ای و ملی خود را به دست خواهد آورد و قامتش به قامت همه مردمانش به گونه‌ای قد خواهد کشید که در مسیر اهداف ملی و منطقه‌ای ایفای نقش کنند. نقشتان به وسعت نگاه نبی رحمت که به او عشق می‌ورزید، با تقدیم صلوات به روح بلندش پایدار و با عزت باد.